سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. برای گروه کردن به این روش که شکل تخم مرغی هست به این روش انجام میدید. خوب کانواتون از وسطش بیرون بیارید، یعنی اینجور انگشتتون بزنید وسطش، بچرخونید و یه تیکش رو بیارید بیرون. حالا من یه تیکش اینجا آزاد داشتم، از همونجا میپیچمش. ببینید نخون، میذارید روی دستتون، چند دور میپیچید. بینید از سر دستتون بیرون بیارید اونو. نگاه، این که یه حالت حلقه است. خب اینو بیارین دور این قسمت به این صورت، شکل یه پاپیون میشه. انگشتتون بزنید روی این دوتا، روی این سه تا انگشت بگیرید و چند رو این طرف اون طرف بپیچید. در حینی که میپیچید کامباتون روی این دوتا انگشته، روی این دوتاست. خب این آزاده. این که آزاده با انگشتتون این قسمت رو تکونش میدید به این صورت. نگاه کنید، با این دستم میپیچم، این دستم رو کاموام گرفتن، این دوتا انگشت با این تکون میدم. ببینید در زمان تکون دادنش انگشت وسطی رو خب یکم بالا و پایین میکنم. ببینید این میبرم، در اصل نخ میره زیر این قسمت. نگاه کنید، این میره زیر این قسمت. این گروه کردن به روش تخم مرغی هست. انگشتش هستم ثابته، انگشت وسط بالا و پایین میشه و با این انگشت اشاره تکونش میدم. چون این انگشت ثابته داخلش یه حفره ایجاد میشه، در اصل حفره‌ای که اینجا ایجاد شده. اولش ممکنه یکم اذیت شین، بگین سخته، ولی به مرور عادت میکنه. مثل من سریع میتونین بپیچین. وقتی کامل پرش بدین خودش مرتب میشه. پس این انگشت ثابت، این تکون میخوره، اینم این میچرخه. هرچه این بیاد بالاتر حالت بیضی شکل بیشتر پیدا میکنه، بیشتر حالت تخم مرغ میشه. اگه میخوایم مثل این توپلی بشه، خب اینجا دستتون که خسته شد، میکنم من یه خودش باز میکنم. اینجا که دستتون خسته شد انگشتتون از این طرف بذارید، اینجوری بپیچید. به این صورت بپیچیدش. وقتی بزرگ میشه یکم پیچیدن برام سخت میشه. نیست اینجای انگشت منه، ولی اگر اینجور تکونش ندم کامل این حالت، این قسمتی که توپل شده رو دیگه نداره، کلا صاف اینجوری
تخم مرغی مثل یه کاج میاد بالا. به این میگن گروه کردن به روش تخم مرغی یا روش سوراخ‌دار. امیدوارم از این آموزشم خوشتون اومده باشه و لذت ببرید. با من همراه باشید.